اینجا جنرال رودبار پایتخت گلگاوزبان کشور 50 کیلومتری شهرستان رامسر از بخش بزرگ دالخانی. هر سال طبق روال الان 7مین دوره برگزاری چنین جشنواره‌ای، البته 2 دوره به خاطر بیماری کرونا جشنواره برگزار نشد. امسال 7مین دوره این جشنواره است که برگزار میشه. ما برای اینکه گیاه گلگاوزبان بیشتر رونق پیدا کنه یک جشنواره‌ای به نام جشنواره گلگاوزبان جنت رودبار که بعداً ثبت ملی شد و تحت عنوان جشنواره گلگاوزبان که امسال 7مین دوره آن برگزار میشه. این جشنواره یکی از رهاوردهاش این بود جذب گردشگر، باعث جذب گردشگر شد. در کنار جذب گردشگری ما خانه‌های بومی سنتی رو احداث کردیم و جنت رودبار روستای پایلوت گردشگری کشور هم شناخته شد. هر سال جشنی برای گلگاوزبان اینجا فعالیت داریم. از مسئولین خواهشمندم به ما حمایت بکنن برای اینجا و هم برای صاحبانشون هم برای گردشگری همکاری کنن ما بتونیم دستان را سربلند و موفق نگه داریم. گلگاوزبان یک گیاه دارویی با ارزشه که به صورت خودرو رشد میکنه. در زمانهای قدیم به صورت خودرو رشد میکرد و برداشت میشد. بعد از اون مردم بذرش رو گرفتن در زمین ها کشت کردن و الان در اوایل بهار با کاشت این گیاه و هول و هوش 2 ماه تا 3 ماه هم فصل برداشت چنین گیاهی است. وقتی این گیاه رو چیدن پس از خشک کردن در بازار عرضه میکنن که هم به صورت عمده هم به صورت خورده به فروش میره. این گیاه دارویی پرخاصیت به مدت 1 ماه فصل برداشتشه. زمان برداشتم جوریه که بستگی به شرایط آب و هوا و این چیزها داره. امسال که ماشاءالله بارندگی خوب بود و برداشتم خوبه. بعض اینکه ما این محصولی چیدیم در پشت بام در برابر آفتاب غیر مستقیم باید خشک بشه. زمان که خشک شد این محصول پس بسته‌بندی به بازار میبریم. حالا کسانی هستن که میخرن، ما با آنها میفروشیم. بعد درآمدشون خوبه، زندگی ما میچرخه با این چیز. Reyna bal, eyzeli bal, sarısı, gülme bısır, sarısı sır. Maşiyan, ağlayan, kheyli cevlan, miyan kul, itiref kul. خوشبختانه طی 7 دوره جشنواره‌ای که برگزار شد گلگاوزبان میان مردم شناخته شد، ولی آنچه که نیاز به برنامه‌ریزی داره این هست که صنایع جانبی این گیاه حیاتی باید تو منطقه احیا بشه. تا به حال هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نگرفته. سرمایه‌گذارانی هستن این منطقه که فعالیت میکنن ولی از اونها حمایت نشده، سرمایه‌گذاریشون پشتیبانی نشده و متاسفانه در سالهای اخیر سطح زیرکشت گلگاوزبان به دلیل مهاجرت جوانان به شهر کم شده و این منطقه مستعد هست که برای این گیاه سرمایه‌گذاری بشه. در طی این چند سال بر روی این گیاه کار کردن. یه سری از دوستان ما در همین روستا و شهرستان‌های اطراف روی این گیاه کار کردن و به نتایج خوبی هم رسیدن که انشالله براشون آرزوی موفقیت میکنیم و انتظار ازشون داریم که این روند ادامه بدن تا بتونن این گیاه به اون جایگاه همیشگیش برسه. انشالله که در این زمینه موفق باشه. Yar,
یه قل انگوری قل با پاکن توی بشار توی نشار